سلام دوستان گرامی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام نحوه پارک کردن صحیح در شیب سرپایینی یا سربالایی رو براتون بگم. لایک و ساب و ارسال به دوستان یادتون نره. وقتی تو شیب سرپایینی پارک میکنین سعی کنین اگر جدول باشه مثل این فرمون رو بچرخونین به سمت جدول. اگرم جدول نبود پرتگاه بود حتما فرمون رو به سمت مخالف بچرخونین که خدای نکرده اگر دستی خوابید به نقطه عمد ماشین هدایت بشه. تو تریلی فقط فرق میکنه، اونم تو شیب سربالا. تو شیب سربالا چون تریلی دو تیکه است باید حتما فرمون رو سمت پرتگاه بچرخونید که اگر دستی خوابید و دنده عقب رفت قیچی میکنه و ته ماشین به سمت نقطه امن حرکت میکنه. حتما برای دوستاتون ارسال کنین تا بتونن استفاده کنن، چون خیلی جاها به دردشون میخوره. به درود.